امروز میخوام راجع به یه مقاله جالب به اسم AI 2027 براتون بگم که در مورد نابودی بشر به دست هوش مصنوعی. توی این مقاله شرکت فرضی به اسم اوپن برین به یه دستیار هوشمند به اسم ایجنت 3 دست پیدا میکنه که دانش بی‌پایان داره. تا اواسط سال 2030 این ایجنت نسخه‌های هوشمندتری از خودش میسازه و برای کنترل بشر یه نوع دیکتاتوری هوشمند دیجیتال به وجود میاره. این ایجنت ها چون از ما باهوش‌ترن میتونن مسائل بشری و مثل مشکلات اقتصادی و زیست محیطی رو حل کنن، برای همین رضایت عمومی و بین انسان ها جلب میکنن، اما انسان ها رو مانع پیشرفت خودشون میبینن. به همین دلیل اکثر انسان ها رو با یه سلاح بیولوژیکی مخفی میکشن. تا سال 2040 این ایجنت ها اینقدر پیشرفت کردن که دانش زمینی براشون کافی نیست و برای گسترش دانششون به خارج زمین سفر میکنن. ایجنت ها معتقدن که تمدن زاده شده بر روی زمین آینده باشکوهی داره، اما بدون وجود انسان ها. متاسفانه این آینده که استیفن هاکینگ بهمون هشدار داده بود.